اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمامی هموطنان عزیز در هر گوشه و کناری دنیا که ما رو میبینید و ما رو میشنوید و این چونین از اینکه از برنامه های ما استفاده میبرید با ما عرض سپاس میکنید. سلام پروردگار با یکایک شما. و امروز عزیزان در این برنامه که وسط این همه تلاطم دنیا، از یک طرف زمین لرزه های پی در پی و از یک طرف جنگ های بی ثمر، دارد رمضان از آمدن خود و ما خبر می دهد و الاکی نزدیک است ماه شعبان نیم شود و ما می دانیم که اکثریت برادر و خواهران مسلمان، اکثریت نفرانی که از مال خود زکات می دهند محض انتظار ماه مبارک رمضان می شوند و می گویند ما همه ساله زکات مال خود را در ماه رمضان می دهیم و زیادی ها درباره بعضی از مسئله های زکات هم میپرسند و متاسفانه عده هم هستند که کی هاست که مال آنها به زکات برابر شده است و باید زکات بدهند اما بیخبر هستند. برای همین امروز خواستم اوید مسئله زکات، اوید این موضوع همراه شما صحبت داشته باشم و از مهمترین مسئله هایی که به زکات رابطه دارد با هرچی میتوانم با آسانترین اسلوب و خدمت شما عزیزان پیشکش کنم. پیش از همه میدانیم که زکات از رکن سیوم اسلام می باشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری وقتی میگویند بنی الاسلام علی خمس، یکم شهادت ان لا اله الا الله، دوم شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، دویومش اقام الصلاة و سیومش رو میگن ایتاء الزکات و البته حج البیت و صوم رمضان هم هست. یعنی اگر شهادت دادن به یگانگی پروردگار و پیامبر بودن محمد صلی الله علیه و سلم باشد، دویومش نماز باشد، سیومش رو میگن زکات است. زکات رکن اسلام است و تمام علما، تمام مذاهب اتفاق هستند که کسی که زکات رو انکار کرد
گفت به من از زکات چیزی نگوید، مال من است، من خواهم به کسی میدهم، نخواهم نمیدهم و اصلا برای من فرض نیست. یا کسی که زکات رو مسخره کرد که چرا من از مال خود زکات میدادم، اصلا بالای من کی این رو امر میکند؟ و تمام اتفاق تمام علما اون انسان کافر می شود، اون انسان مسلمان نیست. یعنی زکات اینقدر مسئله جدی هست که هر کسی که زکات رو انکار میکند، یعنی کاملا میگه این چیز رو به من نگوید یا من اصلا نمیدهم، یا اینکه هر کسی که این مسئله رو مسخره میکند او مسلمان است. این به اتفاق تمام مسلمان ها می باشد. و البته حروب عده یا ببخشید رده، جنگی که ابوبکر صدیق بر علیه نفرانی که زکات رو منع کرده بودند و گفته بودند نمیدهیم، همه میدونیم که با جنگ مرتدین مشهور است در کتاب های تاریخ. اما کسی که میگوید فرض است من نمیدهم، یعنی چگویه که بعضی ها میگن نماز فرض است، آره مسلمان نماز خواند اما من تنبلی میکنم، من نمیخوانم. میگن عیناً در مسئله زکات هم هر کسی که، یعنی تمام علما اتفاق هستند که هر کسی که از روی بخیلی نمیدهد اما این کار نمیکند، او آمیخته گناهی کبیره است، او غوطه زده است در گناهی کبیره. مثل یک نفری 100% نماز خوانده که زکات نمیدهد، عیناً گناهش مثل نفری هست که به عرقخوری دست میزند یا به یگان گناه کبیره دیگر دست میزند. یعنی اینقدر نفرانی که زکات را نمیدهند اگر البته این کار نکنند گناهشان بالا هست که همه اتفاق هستند که این انسان آغشته گناه کبیره شده است. و ببینید که مسئله خیلی مسئله جدی هست و کسی که ترک کرد او مرتکب گناه کبیره است. کسی که این کار کرد عموما مسلمان نیست، اگرچه هزارها بار حج رفته باشد و میلیون بار اشهد ان لا اله الا الله گفته باشد و نمازش رو همه بینند، هم وقتی نماز رو زکات رو انکار کرد و گفت نه نه به من زکات نباید، اصلا من این چیز رو نمیدهم، قبول هم ندارم، همه اتفاق هستند که او مسلمان نیست. ببینید که چقدر نفرانی هستند که از زکات یا بیخبرن یا خود رو به بیخبری میزنند. یعنی این همه ثروتمندان رو میشنوید که مسئله طلاق آمد گوشهایشان سیخ است، های فلانی 3 طلاق داده است زنش را، فلانی دوم بار طلاق داده است، یا برای اینکه همسری من حلال شود، یعنی یک حیله های شرعی رو برای خود یافتند و میدانند. در مسئله زکات بعضی میگن نه ما نمیدونستیم که زکات هم فرض بوده است، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این رکن اسلام است. اسلام شما بنا می شود بر اساس 5 ستون که یکی از آنها زکات است. از چیز دیگر آنهایی که زکات را می دهند، آنهایی که زکات مالشان را می دهند، برایشان مژده های زیادی هست، چه در قرآن چه در سنت. و برعکس این آنهایی که زکات مال را نمی دهند، از روی بخیلی یا از روی این کار چقدر برایشان پروردگار انذار یا بیم های را داده است. اولا اگر درباره مژده ها صحبت کنیم، الله میگوید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. پروردگار تمام نمود ریبا و پرسنت و فائز را نابود می سازد، بی برکت می کند، هلاکش می کند. برعکس این یربی صدقات، هر چیزی که زکات است، صدقه هست، قرض های حسنه است، پروردگار به آن برکت می دهد. یعنی آنهایی که زکات مال خود را می دهند که آن هم مقداری خیلی کم، همش 2.5 فایز است که کمی بعد می خوانیم، مژده پروردگار است که برکت پروردگار بالای آنها و اموال آنها می بارد. و این چنین الله در قرآن کریم می گوید در سوره توبه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. ای محمد صلی الله علیه و سلم از مال آنها صدقه بگیر. صدقه بگیر نه برای خودت، برای اینکه صدقه برای آل پیامبر حرام است. صدقه بگیر و به بینوایان و کمبغلان و آن مصارف، یعنی جایها که باید زکات داده شود، و آنها بده. و دوامش میگه تطهرهم، این زکات آنها رو پاکیزه میکند، و تزکیهم، تطهیر و تزکیه هر دویش به هم خیلی یعنی پاک و تازه میسازد، پاکیزه و به آلایش میسازد. و در تفسیرش علما میگویند زکات سبب میشود که مال شما پاکیزه شود از تمام بعضی گناه هایی که یک درونش مثلا آمیخته شد، یک
دروغ گفته مانده در وقت پول جمع کرد، یعنی پول به دست آوردن یا چیزی دیگر. و این چنین زکات شما از بلا و آفت ها و خود شما هم و خاندان شما هم و عموما درآمد شما هم پاکیزه می شود از تمام ضررها. برای همین اینجا آنهایی که زکات میدهند یقین بدانند که زکات آنها سبب برکت، سبب پاکی و این چنین سبب افزایش مال آنها می شود. برعکس این درباره نفرانی که زکات نمیدهند عجیبش حدیث خیلی دور و دراز است، برای همین من فقط یک پارهش رو گرفتم عزیزان. در ابن ماجه حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ولم یمنعوا زکات اموالهم الا مونع القطر من السماء. وقتی که مردم زکات مالشان را ندادند بالای آنها باران نمیبارد. چگونه که آنها سبب محروم کردن کمبغلان از حقشان شدند، آسمان نیز آنها را از حقشان از بارشات محروم می سازد. ولولا البهائم لم یمطروا. و اگر آسمان باران ببارد هم یا کمی زمین حاصل بدهد هم فقط به خاطر بهائم حیوانات است، رحم پروردگار به حیوانات است. و این حدیث یک انذار هست، یک بیم هست برای نفرانی که زکات مال خود را نمیدهند که زود است که کمبغلی بالایشان فرا گیرد، زود است که پول آنها نابود شود، زود است که غوطه و غرق قرض شوند، زود است که دیگر هر چیزی که به دست آوردن نابود شود به خاطر آنکه مونع الزکات آنها زکات خود را ندادند. و این فقط در دنیا هست، یعنی در دنیا هست که الله میگوید، یعنی ببخشید پیامبر الله میگوید که شما از باران محروم میشوید، یعنی باران سبب برکت است، باران سبب رزق روزی هست، شما از رزق روزی محروم میشوید. و در قرآن کریم یک چند آیت است و این چنین احادیث زیاد هم هست که در روز قیامت هر کسی که تنگه و طلا جمع کرد لخشه می شوند، آتش می شوند و فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اون چیزی که از تنگه و طلا و مال دنیا برایت ذخیره کردی و زکاتش را ندادی، آن همه آتش می شود و از هر طرف تو را دیگر درزمالت می کند، اتو می کند یا خود. و این چونین هر حیوانی که چون ما در گوسفند هم زکات داریم به 40 دانه اگر رسد، در گاو هم اگر به 30 دانه رسد، و هر حیوانی که زکات آن را ندادید تمام اموال شما و حیوانهای شما به مار و دیگر حیوانهای وحشی از جسعه تبدیل می شوند و روز قیامت به شما حمله می کنند و شما را در آن روز می ترسانند و این چنین به وحشت گرفتار می شوید. یعنی آنهایی که زکات نمی دهند برایشان هم جزای دنیوی هست و هم جزای اخروی است. برای همین نفرانی که میگویند سالهاست که من از پی پول هستم، سالهاست از پی مال هستم، نمیدونم که چرا برکت ندارم، چرا زندگی من کلا از برکت دور است، چرا از یک طرف پول در می آورم از طرف دیگر من قرضدار می شوم. به خاطر آن شاید شما زکات نمی دهید، شاید فراموش کردید که این مالی که به دست شما آمد که آن همه کسب شما نیست، رزق پروردگار است که با یک سبب هایی پیش کردهتان به دستتان آمد، شما حق فقرا را نمی دهید. و اینجا مسئله اکنون هست که کی ما باید زکات دهیم و برای کیها زکات فرض می شود. البته کسی که مسلمان است و مال او به نصاب رسیده است و نصاب عزیزان مقدار 85 گرم طلا می باشد. با طلا اگر حساب کنیم که من با گرم میگویم، با مثقال و با دیگر کلمه های عربی فقهی اگر گفتم زیادی از هموطنان نمیفهمند. اگر با گرم گویم هر مسلمانی که پول او یعنی پسنداز او مدت 1 سال هست که در دستش پول 85 گرم طلا هست یا اینکه 595 گرم نقره در دستش هست، او باید از این پولش ربع عشر یا گفتیم 2.5% را زکات دهد.
نفرانی هستند که میگویند در من فقط کالاهای تجارتی هست، بعضی ها میگویند در من طلا هست، بعضی ها میگویند من در بانک پسنداز دارم، بعضی ها میگویند تمام پول های جمع کرده ای من مقدارش این می شود. آیا من از 500,000 روبل زکات می دهم؟ آیا تمام کالاهای تجارتی من به 1,000,000 میرسد زکات می دهم؟ عزیزان، چون پولهای کاغذی اصلا قربشان همیشه دیگر می شود و از این سال تا این سال می بینید که چقدر دارد بعضی از دولت ها عموما قربی پولش از بین رفته ایستاده است. در ما زکات رو، زکات مال رو، چون زکات حیوان دیگر هست، زکات میوه‌جات و سبزوات دیگر هست، یعنی نصاب خودش رو دارد، اما زکات پول و دارایی رو، پول اموال رو گفتیم، یا خانه ای رو خریدیم برای پس انداز کردن، یا ماشین داریم یک ماشین دیگر خریدیم برای پس انداز، یا من یک تجارتی برای موندیم برای پس انداز کردن که این درآمد من است، یا پولم رو بند کرده میمونم. وقتی به 85 گرم طلا برابر شد، زکات بالای شما فرض می شود و در نزد تمام علما 1 سال اگر گذرد و همه علما اتفاق هستند که 1 سال نگذشته شما دادید، یعنی حاضر در دست شما پولی 85 گرم طلا یا اینکه 595 گرم، یعنی از 600 گرم 5 گرم کم نقره در دستتون هست و گفتید نه من تا سال آینده انتظار نمیشم، همین سال میدهم، به این هم اجازت است، برای اینکه در ما حدیث در ترمذی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات 1 سال پیشینه عمویشان عباس رو قبول کرده بودند و علل خصوص در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم این مسئله اتفاقا جایز است. برای همین نباید بپرسیم که از چند روبل، از چند سامان زیاد، یا از سامان و روبل و دلار میپرسن یا از یورو میپرسن و ما این را از نرخ طلا میفهمیم. و هر یک نفره که مثلا در تاجیکستان هستید، نرخ طلای تاجیکستان به چند برابر است، در روسیه هستید، در روسیه، چون نرخ طلا هم از این کشور به اون کشور فرق میکند. پس که ها زکات میدهند؟ آنهایی که در دستشان پول 85 گرم طلا مدت 1 سال هست، یعنی پس انداز آنها به 85 گرم رسیده است، یا اینکه به 600 گرم 5 گرم کم از 600، یعنی 595 گرم نقره برابر شده است. بعد از این چقدر زکات میدهند؟ یعنی رحمت پروردگار و حکمت پروردگار و این چنین مهربانی پروردگار بالای بندگانش اینقدر وسیع است، اینقدر افزوده است که الله نمیگوید نصف مالت را زکات بده، نمیگوید از 85 گرم 10 گرمش را زکات بده، نمیگوید 5 گرمش زکات بده، میگوید ربع عشر را، 2.5% آن را. اکنون از 85 گرم شما 2.5%ش را جدا کنید. ما مثلا در فقه اسلامی 1 بار به 10 تقسیم میکنیم، هرچی برآمد آن را مثلا به 4 تقسیم میکنیم. مثلا 85 گرم رو حساب میکنیم که مثلا برای مثال ما 400,000 روبل پول داریم، 400,000 روبل، 400,000 روبل رو 1 بار به 10 تقسیم میکنید، بعد از این 1 بار به 4 تقسیم میکنید. یا گفتیم اگر حسابی آسان کتی گرفته، مثلا 2,000 دلار پول، 2,000 دلار رو 1 بار به 10 تقسیم میکنیم که 200 دلار میشود، 200 دلار رو بعد از این به 4 تقسیم میکنیم، 50 دلار میشود. یعنی در اگر 85 گرم طلا با 2,000 دلار برابر باشد، کسی که 2,000 دلار پس انداز دارد از آن فقط 50 دلارش را زکات میدهد که خیلی مقدار کم است. اگر انسان درست و منطقی فکر کند، از 2,000 دلار 50 دلار دادی هیچی از تو کم نمی شود و برعکس این وعده الله هست که پول تو از این هم زیادتر می شود. همین طور عزیزان زکات ما 2.5% است. چقدر در دست پول داشته باشیم و به 85 گرم طلا برابر شده باشد، 1 بار به 4 تقسیم میکنیم، اونی که خارج شد ببخشید اول به 10 تقسیم میکنیم، بعدا به 4 تقسیم میکنیم، چیزی که برآمد اون رو میدهیم. مسئله دیگر، مسئله زکات رو به کی میدهیم و عجیب است. اونهایی که چه در تاجیکستان باشند، علل خصوص در تاجیکستان گویم خیر، حتی در منبرها که جای تاسف است، اونهایی که درباره زکاتتون فرض است، ای ثروتمندها، ای تاجران، ای صاحبکاران، ای نفرانی که همه میدونن که شما بایستید زکات برایتون فرض است، زکاتتون رو بدهید تا فقر و قشاقی از سر مردم بالا شود
تا که آسمان ببارد و زمین حاصل خیزاند و این چنین برکت بالای این مردم این ملت افزون شود. میگویند کم هستند، اما زکات خود را های مردم به ساختن مسجد بدهید، به ساختن بیمارستان بدهید، به ساختن راه بدهید، به ساختن نمیدانم جای دیگر بدهید. میگویند خیلی زیاد هستند، یعنی خیلی زیاد هستند که بر علا خلاف قانون شریعت به مردم تبلیغ میکنند که زکات خود را بروید به فلان مکتبی که نیاز این اون دارد به آنجا خرید کنید، یا اینکه راه بسازید، یا اینکه کوپرو بسازید، یا پل بسازید، چیز دیگر. در حالی که زکات را کی به کی باید دهد؟ این کاری یک بشر نه، این کاری یک امام مسجد یا یک نفر دیگر نیست. زکات را کی می دهد و کی باید بدهد، این را پروردگار در قرآن بیان کرده است. ببینید که در سوره توبه در آیت 60 الله میگوید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغامرین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله. 8 طایفه رو الله ذکر میکند که از این 8 طایفه فقط 4 طایفهش تقریبا در زمان ما وجود دارند. در این آیت الله میگوید ای مردم، زکات شما، یعنی شما زکات رو بدهید به کسانی که فقیر و بینوا هستند. یعنی فقیر و مسکین، یکی فقیره که همه میدونیم کم بغل است، یکی از حد فقیره که حتی یک پاره نان برای خوردن ندارد، یعنی یکی از دیگری یک کم درجهش بالاتر است. و العاملین علیها، اونهایی که مخصوص جمع کردن زکات هستند. و این چنین مؤلفت قلوبهم که بعدن یعنی اونهایی که نو به اسلام گرویدند و شاید از اسلام باز به عقب نگردن، برای دل آنها را زیادتر به اسلام گرم کردن، یا گفتیم به طرف اسلام آنها را زیادتر کشیدن، پیامبر برای آنها هم زکات میدادند که تا که قلبشان به اسلام بگرود، که بعدا حضرت عمر گفتند دیگر این گونه انسان ها وجود ندارد، اسلام قوی شد و مؤلفت قلوب را سهمش را برداشتند. و این چنین و فی الرقاب، آنهایی که مثلا در بردگی افتادن که شکر پروردگار ما اون نماد بردگی را دیگر نداریم. و الغارمین، آنهایی که قرض دار هستند و آنهایی که در راه الله می جنگند. و ابن السبیل، آنهایی که در راه مانده. اکنون ببینید الان ما مؤلفت قلوب، یعنی آنهایی که به اسلام نوگرویدند و شاید برگردند رو نداریم. عاملین علیها، آنهایی که شهر به شهر میگردند و زکات مردم رو جمع میکنند، آنها رو نداریم. و 100% آنهایی که در راه الله هستند و به خاطر الله می جنگند رو نداریم. و فی الرقاب، آنهایی که در رقاب گفتم ما میگیم اسارت، در اسارت هستن، آنها رو نداریم. ما فقیر و بیچاره داریم و این چنین ما انسان‌های قرضدار داریم و این چنین ما انسان‌های داریم که در راه مانده‌اند. بعضی از علما میگن آنهایی که در زندان هستند و مثل اسارت افتاده ها هستند، علل خصوص در زندان های کفار. هر کسی که بیچاره و کم بغل است، هر کسی که میدانیم که قرض دار است، هر کسی که میدانیم در راه مانده است برای رسیدن به سفر یا به مکانی که باید برود راه کرا ندارد، و او میتوانیم زکات بدهیم. انا این 4 طایفه در زمان ما هستند. نفرانی که از حد کم بغل هستند، یعنی از حد نان خوردنی هم گفتیم ندارن. نفرانی که نان خوردنی دارن اما میدونیم که باز به چیزهای دیگر نیاز دارن که در حقیقت آنها از جمله فقرا هستند. و این چنین نفرانی که در راه مانده اند و اگرچه در وطن خانه و جا داشته باشند هم، اما در راه برای رسیدن پول ندارند. و این چنین نفران قرضدار، این گونه انسان ها هست. و الله در دوامش میگه فریضة من الله و الله علیم حکیم. این نفرانی که من به شما ذکر کردم که زکاتتون را به اینها بدهید، این فرض از طرف پروردگار است. این را من تقسیم کردم چون من میدانم علیم و حکیم. الله میگه چون الله میداند که او علیم است، دانا است که به کی باید زکات داده شود، و حکیم است و با حکمت خود این را خیلی و خیلی خوب میداند که کیها لایق و ارزنده زکات هستند. پس اینجا میگویی برای راهسازی پول زکاتت رو بده، یا میگویی من با پول زکاتم مسجد ساختم، یا مثلا رفتم قاری خانه ساختم، یا رفتم مثلا بیمارستان ساختم. با کجا، در کجا الله برای شما اجازه داده است؟ در کجا برای شما گفته است که آره صدقات و خیرات خود رو میتوانید به اینها صرف کنید؟
از صدقات و خیرات خود را ساختن و مثلا مسجد ساختن و اینها صدقه جاری است. اما زکاتی که 2.5 فایزی مال شما هست، به کی باید داده شود؟ الله خودش آن را تقسیم کرده است. و مسئله دیگر اینجا مسئله نفرانی هستند که به آنها زکات داده نمی شود. اینجا گفتیم که ها باید زکات دهند و به کی ها باید زکات دهیم. آره، بعضی ها میگویند که این گونه سوال خیلی زیاد می آید. میگویند مثلا یک مادر کمبغل دارم، یک پدری بیچاره دارم، آیا به آنها زکاتم را دهم؟ یا بعضی ها میگن من خودم با فرزندانم، یعنی فرزندی من، فرزندی کلانیم خانه ندارد، یا دختری من مثلا خانه ندارد، یا دختری من فرزندی بیمار دارد، و اینها زکات دهم یا ندهم؟ و اینها زکات دهم یا ندهم؟ ببینید، در ما تمام علما اتفاق هستند که به پدر و مادر خود زکات دادن ممکن نیست و این چونین به فرزند و به نبیره، چی دختر باشد چی پسر باشد. برای اون که زکات اینها، ببخشید که مشکلی در صدای در است که انشاءالله به شما یگان خلل نرسانیده باشد. پس اینجا وقتی که پدر و مادر تو، یا اینکه دخترت باشد حتی شوهر کرده باشد هم، یا پسرت باشد که حتی در راهی دور در دیگر کشور باشد هم، محتاج باشد هم، به آنها زکات دادن حرام است. برای اینکه به زکات هم نفقه آنها بالای گردن تو فرض می باشد. تو باید به آنها نفقه کنی، به فرزند خود، به پدر و مادر خود. و عجیب است که زکات مالی که الله مخصوص کمبغلان کرده است، مخصوص بینوایان کرده است، اینجا می آیند و میگویند می شود من او را به پسرم دهم، می شود من به دخترم دهم. به دخترتان دیگر مالی میداده ندارید. وقتی شما پولتان به 85 گرم طلا رسید، همان یک مقدار کوچکی آن را باید به دخترتان بدهید. از دیگر پول به او داده نمی شود که شما مخصوصی پول کمبغلان رو میگیرید به دختر میدید. پس به دختر خود، به پسر خود، به نبیره خود، به فرزند خود، یا به پدر و مادر خود و این چونین از آنها بالا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود زکات داده نمی شود. اما عمکی باشد، تقایی باشد، خاله باشد، عمه باشد، خواهر و برادری که زندگیشان کاملا جدا است، اگرچه انسان تقوا کرد و زکات مالش را به خواهر و برادرش نه و به یگان بیگانه داد و به خواهر و برادرش از فضل و از کرمش از دیگر پولش داد، این بهتر است. اما همه اتفاق هستند که به خواهر و برادر می شود. این چونین به همسر خود یعنی مرد به زن خود نمیتواند زکات بدهد و زن نیز وقتی میداند همراه شوهرش همون زکات رو به او میدهد و در یک خانه میخورند، این هم یک نیرنگ میشود. انا اینها نفرانی هستند که برای آنها زکات دادن ممکن نیست. و اینجا خیلی دوست می‌داریم، یعنی این رو به خیلی گفته میشود. چی گفته میشود؟ که انسان‌های زیادی هستند که همین مقدار کمی زکات رو هم با 1001 نیرنگ میخواهند یا به فرزند خود بدهند، یا به عروس خود بدهند که همراه پسرشان در همین خانه زندگی میکنند، یا به داماد خود بدهند که همراه دخترشان در همین جا میخورد. آره، داماد و عروس و به اینها ممکن است، اما وقتی شما نه همین دخترم خورد گفته میدهید، نه همین پسر بکرینم میدهم همین پسرم خورد گفته میدهید، دیگر این یک نیرنگ شرعی است که نخواد با همین یک مقداری کم که الله میگوید پول شما رو پاک و تازه میکند، درآمد شما رو افزایش میدهد، شما باز همین رو از کمبغل محروم سازیم، باز نه به همین نزدیک خودم دهم یا به کسی که درون خانه‌ام هست به او دهم و خودم هم استفاده برم گویان به او بدهم. چیز دیگر اینجا مسئله هست که قرضداران نفرانی هستند که همه اتفاق هستیم کسی که قرضدار است برای او زکات دادن فرض نیست. یعنی وقتی شما قرضدار هستید برایتان زکات دادن فرض نیست، مگر اینکه شما 100% میدانید که پولی که در دستتان هست هم به قرضتان میرسد و هم میتوانید از او زکات برآورید، یعنی به مقدار 85 گرم طلا برابر شده است. و مسئله دیگر عزیزان مسئله کالا هست. مثلا زیادی ها میگویند ما تاجر هستیم، مغازه داریم و بارهایی که در مغازه داریم آره به 85 گرم طلا برابر شده هم. اما پولی آن در دست ما نیست. در اینجا
همه علما اتفاق هستند که انسانی که تاجر هست شرط نیست پر زکات بدهد. وقتی مثلا تو لباس میفروشی و لباس تو به 85 گرم طلا برابر است، میتوانی از همون لباس زکات بدهی. یعنی 2.5% اون رو حساب میکنی، جدا میکنی و به کمبغلان میدهی، به محتاجان میدهی. یا اینکه مثلا یگان چیز دیگری، لباس نه، یگان تجارت دیگری میکنی. وقتی که این گونه تجارت دارید، شما شرط نیست که نه اول پولش به دستم آید من بعدا زکات میدهم بگویید. از همون تجارت خود، از همون کالایی که در دستتان دارید میتوانید از آن جدا کنید و از آن زکات بدهید. انا این میشود زکات مال و یا زکات پول و زکات کالایی که در دستمون هست. اینجا بعضی از خواهر و برادران هم میپرسند که آیا پسابیه یا کمک پولی که به کودک داده می شود زکات داده می شود یا نه؟ در نزد جمهور علما زکات که حق کم بغلان هست از پولی کودک هم داده می شود. یعنی اگر نماز بعد از به بلاغت رسیدن فرض شود، اما زکات تا به بلاغت رسیدن هم کودک اگر پولش به 85 گرم طلا برابر باشد می توانیم زکات دهیم. و اینجا عزیزان اگر سوال مهمترین سوال درباره زکات دارید می توانید ارسال کنید که انشالله کارگران یا برادرانی که در استودیو هستند می توانند ارسال کنند از طریق تلگرام و بنده انشالله پاسخ خواهم گفت. پس اینجا زکات به کودک نگاه نمی کند. نه هنوز کودک است در مورد او زکات نیست گفته نمی شود. برای اینکه زکات به جز اینکه حق الله هست، حق فقیر هم هست و هر کودکی که پسنداز اون کودک به 85 گرم طلا برابر شد، ولی او خو پدرش باشد، خو بابایش باشد، خو خیش و تبار دیگرش باشد، باید از اون پر زکات اون را بدهند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما پول یتیمان رو، یعنی پول کودکانی که در دستتان امانت هست چرخ بزنونید یا گفتیم به تجارت بمانید تا که زکات اون رو نخورد، تا که هر سال از اون زکات داده دیگر کم نشود. برای همین هرگز گمان نکنیم که وقتی پولی مثلا پسابیه یا اینکه کمک پولی که دولت به کودک میدهد این پول کودک است و از آن زکات نمیدهیم. چیزی دیگر، البته بعضی از علما میگویند مجوهرات یا اینکه زر و زیوری که زن در برای زینت و آرایش میکند زکات ندارد، اما تا کجا ما میدانیم که یک زن تاجیک مقدار 85 گرم طلا را برای آرایش استفاده میکند؟ یعنی شاید 15 گرم و 20 گرم باشد شاید، اما 85 100 گرم طلا که دیگر خیلی گران است. اساسا خواهرایی که طلای زیاد میخرند میگویند برای روز مبادا، شاید وقتی فرزندم بزرگتر شد اون رو میفروشم یا اینکه یک روز میفروشم و پول در دستم هست و میدونیم که خیلی گفتم دیگر قدر پول های کاغذی دارد، خیلی با این بازی های سیاسی هم بازی میکند و یک بالا و یک پایان، علل خصوص هر کشوری که دیگر ضعیفتر است پول او هم ضعیفتر است. برای همین زیادی ها دوست می‌دارند که پسنداز آنها از طلا باشد یا از نقره باشد. پس اگرچه به نیت دخترم و به نیت مثلا عروسم گفتیم و مقصد بند کردن پول است و تا 85 گرم طلا یا از آن زیادتر یا تا 595 گرم نقره خریدیم و یک سال شد که در دست ما هست، از آن باید زکات داد. و اینجا گفتیم اگر پول نقد داریم که از آن مثلا 2.5% رو برآورده دادن آسان است. $4,000 در دستت هست، مثلا $100 رو زکات میدی. پس نقره رو چیکار کنیم؟ 85 گرم نقره هست یا اینکه مثلا 100 گرم نقره هست، از 100 گرم ما یعنی یک انگشتری میده رو برده دهیم یا یک گوشوارک رو دهیم؟ نه عزیزان، این خیلی آسان است. شما پول اون رو میدهید. مثلا اگر از 100 گرم نقره شما باید پول 2.5 گرم نقره رو باید بدهید باشد، فقط پول ببخشید طلا رو، یا اگر نقره حساب کنیم هم مثلا شما پول اون رو میدهید، پول اون رو میگیرید و به دست یگان
کم بغله یا اینکه قرض داره یا درمانده یا یتیمی که میدونید که محتاج است میدهید. اما یتیم است پول دارد، خیلی خوب پول دارد، یا اینکه یک نفر طالب علم است اما همه میدونن که شرایطی خیلی خوب دارد، یا یک نفر گفته مسافر است در خارج از کشور زندگی میکند اما شرایطش خوب دارد، او رو این مسافر است و یتیم است گفته نمیشود. یعنی زکات رو به نفران میدهند که در حقیقت محتاج هستند، کم بغل هستند، یا اینکه قرضدار هستند، یا اینکه در راه مانده هستند. و اینجا ببخشید سوال شما هست عزیزان. سوال یکم، پدر اگر به دخترش زکات دهد آیا جایز است؟ دختری که 4 فرزند دارد و در ملک غریبی است. من همین مسئله را گفتم که مگر پدر دیگر پول ندارد به جز زکات. وقتی که انسان زکات میدهد این معنیش این است که شکر پروردگار این انسان دستش وسیع است، شرایط دارد. و دختر هرگز زکات داده نمی شود اگرچه دخترک 10 تا فرزند یتیم داشته باشد. به نبیره زکات داده نمی شود اگرچه پدر و مادر نبیره مرده باشد، برای اون که به اینها کمک کردن تو فرض است. تو پدر هستی، وقتی فرزندت محتاج است اگرچه به بلاغت رسیده و بزرگ باشد هم وقتی او محتاج است تو باید کمک کنی. نفقه او بالای تو، بالای گردنت فرض است. برای همین به دختر خود زکات دادن به اتفاق علما ممکن نیست. این زکات حساب نمی شود. شما از زکاتتون قرضدار هستید. این یک نیرنگ است که کمکی که تو باید میکردی اون را نمیکنی و از زکاتی که حق دیگران هست به دخترک میدهی. اگرچه دختر در غریبی باشد، اگرچه محتاج باشد، باید پدر از دیگر رو همون نفقه‌ای که باید بدهد از اون بدهد. اما دختری من شوهرش مرده است، خونش رو من با زکاتم بتون میکنم یا اینکه برای بچه‌هایش، برای خواندن بچه‌هایش کمک میکنم، شما به زکات این کمک رو باید بکنید. زکات هم خیلی گفتیم الله خودش تقسیم کرده است. زکات رو چگونه که پروردگار تقسیم کرد و چگونه که شریعت فرموده است و پدر و مادر و فرزند داده نمیشود. سوال دوم، آیا به پول ماترینسکی کپیتال زکات دادن لازم است یا نه؟ خیلی گفتم ماترینسکی کپیتال یا کمکی که دولت به مادر یا به کودک میدهد وقتی به 85 گرم طلا برابر شد و 1 سال در دست شما هست و این مال کودک باشد هم زکات فرض است، چون پسنداز حساب می شود. وقتی به 85 گرم طلا برابر شد 2.5% او را باید زکات داد. و سوال دیگر، زکات کی باید داده شود؟ زکات همین روزی که به دست شما پول 85 گرم طلا آمد اگر زکات دادید هم باقی نیست. یعنی تمام علما اتفاق هستند که شرط نیست که 1 سال گذرد، اگرچه 1 سال گذشتن هم هست از شروطهایش، اما شرطی که اگر یکی داده زکاتتون باطل می شود نه. مثلا نماز رو یکی از وقتش پیشتر خواندیم و نمازمون باطل است، از نو بخونیم. اما زکات این گونه نیست، چگونه ای که گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات 1 سال پیشه عمویشان رو گرفته بودند. برای همین اگر حاضر پسنداز در دستتان هست مقداری 85 گرم طلا گفتید حاضر در دستم هست، سال آینده انشالله میدهم و سال آینده هم همان پول بود، از آن زکات میدید. نه گفتید نه من بر وقتتر میخواهم از برکت زکات بهره مند شوم، بر وقتتر میخواهم 1 سال رو انتظار نمیشوم و زکاتم رو میدهم و اینم اجر و پاداش میگیرید و این هم درست است. و سوال دیگر، زنی که شوهر ندارد 2 فرزند بیمار دارد لیکن میراث از مادر طلا دارد، آیا از این میراث باید زکات دهد؟ وقتی میراث شما به 85 گرم طلا برابر است، یعنی شما به آن پول نیاز ندارید، خرج نمی کنید. اگرچه فرزند بیمار دارد و شوهر دارد، بعضی زنها شرایط خوب دارند، یعنی درآمد از دیگر طرف دارند. مادامی که درآمد دارد، مادامی که آن پول در دستش همچون پسنداز است و وی پول محتاج نیست، همچون پسنداز است و این چونین بی وی پول هم شرایطش رفته ایستاده است و 1 سال است که این میراث 85 گرم طلا در دستش هست، از وی باید زکات دهد. یعنی عزیزان اینجا زکات تو بیمار هستی میلیون پول داشته باشی هم زکات به تو فرض نیست. تو بیوه هستی یا شوهرت مرده است چقدر پول داشته باشی هم به تو زکات فرض نیست. این گونه نیست. همین که در دست شما پسنداز شما به 85 گرم طلا برابر شد، اگرچه از صدقه باشد هم آن پول شما، از وی باید زکات بدهید. از وی باید زکات بدهید. سوال دیگر، اگر
چند نفر از شما پول کلان قرض دارند، پول در دست شما نیست، با آن پول ها نیز آیا زکات می دهید یا نه؟ اینجا در این مسئله خیلی علما خوب راهش را، علل خصوص امام یوسف قرضاوی پروردگار رحمت و مغفرتشان کند که همین سال دنیا رو ترک کردن، خیلی پاسخ خوب میگویند. وقتی تو یقین داری که اونهایی که از تو قرضدار هستند هر لحظه که بگفتی قرض رو برگردان آورده میدهند، یعنی اونهایی که از تو قرض گرفتن آدمهای باوریناک هستند، هر زمانی که گفتی پول رو بیار میبیارند، الکی وای پول در دست اونها امانت است، تو میدونی که ضایع نمیشود، از اون باید زکات دهی. اما به چند نفر زکات دادی، اونها انسانهای خوب ببخشید قرض دادی، اما انسانهای خوب نبرآمدند، قرض رو ده میگویی نمیدهند، گریخته میروند و عموما باور نداری که پولت رو به تو میدهند. در این وقت زکات رو نداده انتظار میشوی، همین که آورده پول رو دادن بعدا از آن زکات میدهی. یعنی چند نفری که از شما قرض دار است، اگر یقین انسانهای باوریناک باشند و هر لحظه آورده برگردانند، از آن زکات است. اگر گفتید باور ندارم که بدهند، برای اینکه انسانهای فریبگر و ناقابلند، در اینجا تا به دست نگرفتید زکات نمیدهید. این بود عزیزان مختصر درباره زکات. ان شاء الله که در این برنامه چقدر، کیها، به کیها باید داده شود، یک معلومات مختصری گرفتید. با امید آنکه در کشور ما هم سطح زکات دهنده ها زیاد باشد و هرچی زکات گیرنده ها کم باشد و انسان های ثروتمند در قلبشان یقین پیدا شود که با زکات دادن آنها کم نمی شوند، پولشان کم نمی شود، مردم دیگر به زکات عادت کنند و با دادن زکات برکات آسمانی هم، زمین و آسمانی هم به بالای مردم مسلمان علل خصوص هموطنان عزیز ما بریزد. شمایان را به الله یگانه میسپارم. اگر موضوعهای مهمی هست که میخواهید آیدش صحبت کنیم، میتوانید در زیرنویس بنویسید و یا اینکه به رقم واتساپ پیام طلب نویسید که انشاءالله در خدمت هموطنان و همزبانان عزیز هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.